صبح بخیر بینندگان عزیز. در آستانه جشن سال نو امیدوارم طبعی خوش و بالیدایی داشته باشید. امروز یک شنبه 30 دکبر است. تا انجام سال روان یک روز دیگر باقی ماند. نشر نوبتی نویدی بامدادی را با خبرهای تاجیکستان و جهان من عبدالله اشرف به شما تقدیم میکنم. نخست نظر میاندازیم به وضع باد و هوا در شهرهای دوشنبه و پراگا. هوای شهر دوشنبه صبح امروز 7 درجه گرم است، ولی در دوام روز پیش بینی می شود حرارت آن تا به 16 درجه گرم شود. حرارت هوای شهر پراگا قرارگاه مرکزی رادیو آزادی 3 درجه گرمی دارد و در دوام روز حرارت آن تا به 5 درجه خواهد رسید. بیننده ارجمند، نویدی بامدادی را با خبرها از تاجیکستان شروع میکنیم. شهباز احمدوف ساکن ناحیه یاوان که میانه ماه ایول ادعا کرده بود کارمندان پلیس او را بازداشت و با بدترین شیوه شکنجه کردند، میگوید از دعوایش پس گشتنی نیست. پس از آنکه که احمدوف از شکنجه شدنش در اداره پلیس بر رسانه ها نقل کرد، نسبت دو افسر شعبه کارهای داخلی یاوان پرونده باز شد. احمدوف میگوید برخی از نمایندگان اداره میلیسا به خانه آنها آمده از او خواهش کردند که از دعوا بگذرد و بر عوض آنها 20,000 دلار میدهند. اما احمدوف میگوید به او پول در کار نیست، چیزی که قانون معین میکند همان باید شود. شهباز احمدوف ساکن 26 ساله ناحیه یاوان تابستان امسال زیر شکنجه به قول او گوش نشنید مجبور شد گناه ناکرده را در شعبه کارهای داخلی ناحیه یاوان بر دوش بگیرد. تنها پس از 4 روز بعدی به دست افتادن گمانبر اصلی شهباز را آزاد کردند و او همراه پدرش که 30 سال در ساختارهای پلیس کار کرده است از روی رفتار دو افسر به رهبران آنها شکایت بردند. تحقیق قضیه لطوکوب شهباز احمدوف را فعلا دادستانی ولایت ختلان بر دوش گرفته است. شکنجه در تاجیکستان از مشکلی اصلی در کار مقامات انتظامی گفته می شود. ایده میگویند که زیر شکنجه و برخ بعضا کشتار لنین را هم به گردن می گیرند. شکایت از روی قضیه های شکنجه معمولا نتیجه نمی دهد و به استثنای یک دو مورد کارمندان نهادهای انتظامی به جزا می مانند. و رو آوریم به خبر دیگر از شهر مسکو. زلیخا محمدشایوا آوازخوان تاجیک در پی کنسرت بحث برانگیزش در شب 27 دکبر در یکی از طربخانه‌های شهر مسکو اظهار داشت که تشکیل کنندگان باید ضرر مخلصان را جبران کنند. محمدشایوا با نشر یک اظهارات در صحیفه رسمیش در شبکه اجتماعی اینستاگرام گفت نافهمی در کنسرت شب 27 دکبر در یکی از طربخانه‌های مسکو نتیجه فریبکاری تشکیل کنندگان آن بود. این آوازخوان میگوید چیپته‌های کنسرت را تشکیل کنندگان فروختند، اما از اجرای طلبات قرارداد دست کشیده هیئت ایجادی او را خیلی سرگردان کردند. عاقبت با کمک زمره از دوستان و کارمندان کنسولگری و سفارتخانه 80% مبلغ مصلحت شده را با تلاش و مشقت گرفتیم، اما پورانه میگوید او. من با این خلاصه رسیدم که در 2 مراتبه در نزد مخلصان عزیزم برآمد کردم. محض احترام مخلصانم وادار ساخت که برآمد کنم، وگرنه به این نیرنگ تشکیل کنندگان کنسرت هیچ کسی از گروه ایجادی ما راضی نبود تا من به صحنه برایم، تاکید کرده است محمدشایوا. او با نشر یک پیام دیگر در ادامه افزود من طرفدار آنم که تشکیل کنندگان ضرر هر مخلص را برقرار کنند. آوازخوان تاجیک از نفری که با نام شیخ در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام معروف است گله کرده است که در برابر اجرا نکردن قرارداد در دوام هنرنمایی به اهل هنر تهدید و توهین کرده است. این در حالی است که قبلا در شبکه اجتماعی مواد در مورد وعده خلافی های محمدشایوا نشر گردیده بودند که گویا مبلغ تماشابینان را گرفته است و تا آخر در این کنسرت هنرنمایی نکرد. دانیل رستموف شهروند 23 ساله تاجیکستان به دور نهایی آزمون آوازخوانی گالوس روسیه راه نیافت. وی شام 28 دکبر در دور نیمه نهایی آزمون در مقایسه با رقیبش روشن ولیeva رأی کمتری مردم را به دست آورد و از آزمون بیرون شد. در آزمون گالوس در برابر داوران ساکنان نیز حق دارند که توسط فرستادن پیامک و یا SMS ها از آوازخوان پسندیده خود حمایت کنند. دانیل رستموف محض با SMS های زیادی که به طرفداری از او فرستاده میشد به دور نیمه نهایی راه یافته بود. و من هم خیلی فخر میکنم که این رقم هموطنان خوب دارم. روسیه باز یک زاده تاجیکستان را برای اشتراک در هیئت سازمان‌های تروریستی متهم کرده به جستجوی بین‌المللی سپرد. عباس بینایف زاده شهر استقلال تباشر سابق ولایت سوخت
27 ساله بوده، شهروندی تاجیکستان و روسیه را دارد. بنابر اطلاع رسمی اینترپل، پلیس بین‌المللی بینایف زبان‌های تاجیکی و روسی و ازبکی را خوب می‌داند. در صحیفه رسمی اینترپل در اینترنت دست کم 31 شهروند تاجیکستان با درخواست روسیه جستجو می‌شوند. اکثر این افراد برای فعالیت‌های تروریستی، تشویق و ترغیب تروریسم در خاک روسیه، عضویت در گروه‌های افراط‌گرایی و کشتار و قاچاق مواد مخدر متهمند. تاجیکستان در نوبت خود رویخط علاهیده افراد تحت جستجو را تهیه کرده است که آن شامل صدها نفر است. بسیاری از آنها توسط اینترپل و قسم بایاری پلیس ترکیه و روسیه جستجو می شوند. بنابر آمار آخرینی که مقامات تاجیکستان اعلان کردند، از سال 2014 از آغاز تأسیس گروه خودخوانده دولت اسلامی تقریبا 1900 نفر جنگجوی تاجیک به هیئت این گروه در عراق و سوریه شامل شدند. بیننده ارجمند، یادآور می‌شویم شما نویدی بمدادی را از رادیو آزادی تماشا دارید و حالا رو می‌آوریم به خبرها از خارج تاجیکستان. نظامیان مصر 40 نفر جنگجویان احتمالی را در جریان یک عملیات در جیزه و سینای شمالی کشتند. روز پیش در شهر قاهره اتوبوس با سیاحان منفجر کرده شد. 4 نفر کشته شدند و 11 نفر دیگر جراحت برداشتند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شهلایی گلخواجه. نیروهای انتظامی مصر در 3 عملیات در یک زمان 10 جنگجویان احتمالی را در شمال و شرق این کشور کشتند. به اطلاع خبرگزاری دولتی مصر در جریان این عملیات یک چند تیرپرانی رخ داد. عملیات پس از یک روز ترکیش اتوبوس در مرکز قاهره برگزار شد. اتوبوس در 4 کیلومتری یادگاری مهم این کشور اهرام جیزه از فشار ترکیش به هوا پرید. 3 توریست از ویتنام و یک راهبلد محلی مردند. 11 تن دیگر جراحت برداشتند. بنابر معلومات مقامات، بمب خودساخت در کناری راه در اتوبوس جای کرده شده است. احتمالاً مواد منفجره توسط اسباب‌ها از مسافه به کار انداخته شده است. این نخستین حمله به سیاحان در این سال میباشد. حکومت جداً خوف دارد که این حادثه ضربه به سکتور توریسم، مهمترین سرچشمه درآمد کشور می شود. در وزارت کارهای داخلی مصر نگفتند که آنهایی که کشته شدند به این حمله دخل داشتند و یا نه. بنابر اظهارات وزارت، 30 جنگجو در جیزه، جایی که تروریستان سلسله‌های حمله ها را به اداره‌های دولتی و مجمع‌های سیاحی تحریض کرده بودند، قتل شدند. بر ضمن این 12 نفر دیگر در سینای شمالی، جایی که مبارزه بر ضد افراطگرایان ممنوع شده دولت اسلامی ادامه دارد، کشته شدند. نیروهای پرزیدنت سوریه بشار الاسد روز جمعه به شهر شمالی منبیج وارد شدند که مدت‌های طولانی تحت نظارت دسته‌های خوددفاعی کرد بود. در اظهارات فرماندهی سوریه گفته می شود که نیروها در زمینه سازش پیشکی با کردها برای حمایت اهالی از حمله ترکیه به منبیج وارد شدند. طبق خبرها در شهر پرچم سوریه بلند کرده شد. پیشتر از این فرماندهی دسته‌های کرد از خروج منبیج خبر داد و نیروهای سوریه رسما به شهر دعوت شدند. کرمل از گذشتن شهر به نظارت نیروهای بشار الاسد استقبال کرد. منبیج شهر در ولایت حلب است که چند سال تحت تصرف گروه تروریستی خودخوانده دولت اسلامی قرار داشت. سال 2016 دسته‌های کرد با پشتیبانی ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا منبیج را از دست تصرف تندروان دولت اسلامی بازپس گرفتند. انقره بارها گفته است که حضور کردها در منبیج به امنیت ترکیه خطر دارد و تهدید کرد که شهر را از راه عملیات نظامی تصرف خواهد کرد. چند پیش پرزیدنت ایالات متحده آمریکا از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه خبر داد. به گفته پرزیدنت، سرکوب دولت اسلامی در قلمروی آن کشور باید ترکیه به آخر رساند. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان آمادگی کشورش را برای مبارزه با جنگجویان داعش و همچنان دسته‌های کرد بیان داشت. در چنین حالت کردها تصمیم گرفتند که منبیج را به نیروهای حکومتی سوریه سپارند. آنها همچنین برای مقاومت به ورود احتمالی نیروهای سوریه به منطقه اظهاری آمادگی کردند. و بیننده ارجمند، در آستانه سال نو گاه حادثه‌های عجیب و امیدبخش رخ می‌دهند. چنین یک حادثه در شهر ونی ترکیه رخ داد. کارمند پلیس در این شهر سگ را از آبی یخبسته دریا با قیمت جان خود نجات داد و حالا آن را پرستاری می‌کند. در این باره همکارم اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
یک سگ خرد که روز جمعه از داخل کولی یخبسته در شرق ترکیه نجات داده شد به خود آمد و صاحب هم پیدا کرد. غواص پلیس بورک اکتین خود را به آب یخ انداخته از میان آب و یخپاره ها سگ بی حرکت را بیرون کرد. ما تقریبا امید نداشتیم که او را نجات میدهیم. ما ساعت 2 شب بیتارها را پیدا کردیم و آنها با تمام جد و جهد به نجات سگ پرداختند. معجزه روی داد و سگ به خود آمد. اکتین میگوید سگ را به تربیه گرفته او را بوز نام داده است که به زبان ترکی معنای آن یخ است. بینندگان ارجمند، در پایان این نشر نوید بامدادی همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قرب امروز مقرر کرده بانک ملی 1 دلار آمریکایی 9 سومانی و 42 درم، 1 یورو واحد پولی اتحاد اروپا 10 سومانی و 80 درم، قرب روبل روسی طی هفته روان که قربش را خیلی از دست داد در سطح 135 سومانی بر 1000 روبل ارزش دارد. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. اخبار از این بیشتر را در سامانه www.azadi.org می توانید مطالعه کنید. برنامه های نو و جالبی ما در پیشند، با ما بمانید.